سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد راگ مالکانس یا هندولم است. دوستای عزیز، ما چندین ماه بود که مصروف راگ بهروی بودیم و امروز ما شروع میکنیم به راگ مالکانس که راگ مالکانس همچنان از تات بهروی گرفته شده، یعنی از تات بهروی جور شده. ما راگ بهروی را در چند ماه خوب سعی متوجه شدیم که 4 سرش کومل و یا فلت بود که ری بود، گا بود، دا و نی بود که راگ مالکانس ری و پا اگر در راگ بهروی حذف شود، گم شود، تبدیل میشه به راگ مالکانس. راگ مالکانس بسیار یک راگ زیباست، بسیار ملودی زیباست. دوستای عزیز، همونطوری که شما میفهمین راگ چی است؟ راگ اصلا ملودی تعیین شده است که موسیقی دانهای هند در وقتا ایره جور کردن و برای ایره به نام راگ مالکانس، یعنی نوت‌های موسیقی را یک جا قرار دادن پلوی یک دیگه و یک ملودی زیبا جور کردن و او را نامش مثلا راگ مالکانس ماندن که راگ برزی است که از او آهنگ ها جور شود. و چرا خوب است که ما راگ یاد بگیریم؟ به خاطر از این که اگر یک آهنگ در یک راگ جور میشه ما او را باز مقبول بتونیم بخوانیم و همچنان اگر ما راگا را بفهمیم، یعنی ملودی ها را بلد باشیم، ما میتونیم که از او استفاده کنیم و در او یک کامپوزیشن مثلا جور کنیم. از او خاطر مهم است که راگ بفهمیم دوستای عزیز. و امو تمام تئوری که ما یاد میگیریم در امی راگ ها ما میتونیم که در پرکتیک بیاریم، یعنی عملی کنیم. یعنی بسیار چیز ضروری است که ما باید امروز سر کار داشته باشیم. و ما در راگ مالکانس میبینیم که 5 تا سر داره این راگ: سا، گا، ما، دا، نی. وادی از این راگ میشه متهم و سم وادیش میشه سا و یا شرج. متهم وادیش است، یعنی که نوتی که در این راگ زیادتر مورد استفاده قرار گرفته او متهم است و یا ما، و نوتی که کمتر از ما در این راگ مورد استفاده قرار گرفته شرج و یا سر سا است. دوستای عزیز، تایمی که این راگ زیادتر بالای انسان میتونه تاثیر گذار باشه، یعنی بالای شنونده میتونه تاثیر گذار باشه، در وقت نیمه شب، یعنی از وقت از 12 بجی شب تا 4 بجی صبح. اما ما خواهش میکنم دوستای عزیز که غلط فهمی نشه، یعنی در هر وقت روزم که آدم این ملودی ها را بخونه شنونده ازش لذت میبره، اما تایمی که برش تعیین شده این معنا داره که یعنی در اون زمان زیادتر تاثیر بالای شنونده داره. جاتی از این دوستای عزیز، جاتی چی معنا؟ یعنی که در آروش چند تا سر استفاده میشه. اگر در میراگ یک کامپوزیشن جور شود در آروش چند تا سر استفاده میشه و در افروش چند تا سر استفاده میشه که جاتیش out of عدف است، یعنی که 5 تا سر هم در آروش است و هم در افروش 5 سرهای گا، دا و نی در این راگ سرای فلت و یا کومل هستند. دوستای عزیز، سرای نیازش سر سا، ما و دا است. سرای نیاز چی بود؟ سرای نیاز سرایی هستند که زیادتر بالایشان افکت های گلون اجرا میشه، بالای از اون زیادتر آدم استاد میشه وقتی که یک آهنگ درش جور میکنه یا درش میخونه و اون نوتا را زیادتر به حساب تاو میته و پیش میته و گمک میشه و یعنی زیادتر افکت گلون استفاده میکنن بالای از او نوت ها. دوستای عزیز، همونطوری که
اینال ما تشریح کردیم که در این راگ پا وجود نداره. وقتی که ما این راگ امرای تمپوره میخوایم که تمرین کنیم، ما باید که تمپوره خود در پا سر نکنیم، در ما سر کنیم دوستای عزیز. و این یک چیز بسیار مهم است که ما این باید فراموش نکنیم. در موسیقی اروپایی این به نام پنتاتونیک اسکیل یاد میشه که این از نوع میجر پنتاتونیک اسکیل است. پنتا 5 مانا میته و تونیک هم نوت مانا میته. یعنی پنتاتونیک یعنی یک اسکیلی 5 تا نوت وجود داشته باشه. 2 نوت از این که ری و پاست ای پرمننت وجود هستن، یعنی هم از آرو و هم از افرو بر دائمی اینا از این راگ حذف شدین، وجود ندارن. دوستای عزیز میریم ما ایره آرو و افروش تشریح میتیم، کار میکنیم و پکرش و همچنان یکی از آهنگای افغانی ده که به فکر ما میایه امور ما امروز یک کم تشریح میکنیم، کم میگیم و شما دوستای عزیز بپالین ببینین اگر در این را کدام آهنگ افغانی را شنیدیم بر من در کامنت ها نوشته کنیم، برای که هیچ با حافظه من آمد. ما فقط یک آهنگ یافتم دمی راگ و دیگه نیافتم. شما مرا دوستای عزیز لطفاً کمک کنین که من در این راگ بتونم که آهنگ افغانی را آموزش بدم یا کار کنم یا خودم یاد بگیرم. میریم دوستای عزیز یک جای کار میکنیم. خب ما اگر از امی سی شروع کنیم، سا گا ما دا نی سا سا نی دا ما ga ma ga sa خب دوستای عزیز اگر ایره مقدر فقط ای آهنگ به خاطر ازی گفتم که شما امی راگ دهی تمرین کنید، نوتایش که به مغزتان ثبت شود. باز در یک ویدیوی بخی جدا ما مکمل در مورد از ای آهنگ یک ویدیو تهیه میکنم و خدمت شما میگذارم. دوستای عزیز پکر یک راگ
راگ به طور بسیار خلاصه تشریح میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که یک کسی یک آهنگ میخواند، در شروع آهنگ اگر اینمی پکرش بخونه دیگه، یعنی میخواد که بر شنونده بفهمونه که ما این آهنگ در راگ مثلا مالکانس جور کردیم و پکر ازی اتر نیست که یک رقم پکر باشه. نظر به قانون راگ میتونه که هر کس پکر مخصوص خود جور بکنه و ما میریم آلی یک پکر امی راگ مالکانس یک جای کار میکنیم. بخاطر از که ویدیو بسیار طولانی نشه، ما حتما چلن زیر در ویدیوی آینده بر خدمت شما تهیه میکنیم. دوستای عزیز، همونطوری که ما همیشه در ویدیوها گفتیم که ما یک شاگرد هستم، ما استاد موسیقی نیستم. دوستای عزیز، بنابراین میتونه که در ویدیوها موضوعات یا کمی ها و کاستی های رو شما ببینید که لطفاً با بزرگواری خودتان مرا ببخشید. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. خدا کنه که یک موضوع جالب بوده باشه. از شما بسیار تشکری میکنیم که تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. لطفاً اگر ویدیوها خوشتان میاد، شما این ویدیو را شیر کنین با دیگران، لایک و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه. دوستای عزیز، بدرود.